این رول‌های فولادی که می‌بینید بسیار سنگین هستند. هر یک از اینها می‌تواند یک شیء سه‌بعدی را به دو بعد فشرده کند و به نوعی یک سلاح غیر نظامی برای فشرده سازی مسلحی است. این رول‌ها معمولاً در دو حالت بر روی جاده قرار می‌گیرند: ایستاده یا به صورت افقی. هر یک از این رول‌ها وزن بین 10 تا 30 تن دارند که برای مقایسه معادل وزن 5 فیل یا یک کامیون آتش‌نشانی پر از تجهیزات است که همه در یک حلقه فلزی فشرده شدند. اگر تصادفی رخ دهد، اهمیتی ندارد که چگونه این رول‌ها قرار گرفتند، هر چیزی در مسیرشان را له می‌کنند. اگر ایستاده باشند و بیفتند، راننده کاری از دستش بر نمی‌آید. اگر به صورت افقی بچرخند، هیچ کس نمی‌داند چه کسی در مسیرشان گرفتار خواهد شد. خودروهای شخصی در مقابل این اشیا مانند کاغذ می‌مانند. پس اگر روزی کامیونی را دیدید که رول فولادی حمل می‌کند، فارغ از اینکه در کدام وضعیت قرار دارد، توصیه من این است که فاصله زیادی از آن بگیرید. هرچه دورتر بهتر.